قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی. و با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها که اساس کار هست از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جوینده‌ای وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اتراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردن همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگزینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه‌های درسی میدیم. ما در زمینه اسلامی کردن دانشگاه ضمناً تلاش کردیم که نیروی متعهد مدرس برای این دانشگاه ها هم تربیت کنیم که این رو در صورت لزوم من در یک قسمت دیگری دربارش انشالله سخن خواهم گفت. با توجه به اینکه کار تدوین کتب دانشگاهی و در حقیقت یک مرکز نشر همونطور که خود شما فرمودید از اولویتی برخورداره، اگر آقای جلال الدین فارسی در این زمینه مطلبی دارن در مورد مرکز نشر دانشگاهی اگر ممکنه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و آزاد شدن نیروهای دانشگاهی از کار آموزش، ستاد انقلاب فرهنگی هم میشون مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت میگرفته جایگزین کار آموزش بشه و این نیروها سرگرم خدمت در تحقیق چه در مراکز صنعتی و آزمایشگاه ها و چه تحقیقات نظری بشن و به همین جهت از برادران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهش کردیم که یکی از انواع فعالیت هایی رو که در این مرحله جهاد دانشگاهی خواهیم داشت انتخاب و اختیار بکنند. از آقای دکتر حبیبی، البته این مسئله چون خیلی بحث انگیز و جالب هست از نظر بینندگان، مسئله بازگشایی دانشگاه ها و همچنین مسئله نوگشایی در حقیقت دانشگاه ها، اگر مطالبی دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای این مسئله بحث انگیز از صورت که پروپیمون رو به این تن ضعیف محول کردند، ولی انشاءالله با تأیید خدایی باید گفت که ستاد انقلاب فرهنگی
اونچنان هم که برخی از معاندان انقلاب فرهنگی گفتند و خصوصا در نهار بازار نفاق و درویی بیشتر تبلیغ کردند، اونچنان هم بیمایه و اندک مایه نیست و دستش اونطور هم که گفته شده خالی نیست. در هر حال دو اصطلاح هست که در این اواخر به گوش علاقمندان به انقلاب فرهنگی زیاد خورده، یکی بازگشایی و یکی نوگشایی دانشگاه ها. مایلم که این دو اصطلاح رو ابتدا روشن بکنیم که از این پس تفاهم بیشتر باشه و راحتتر بتوانیم که در مطالب آینده سخن بگیم. مقصود ما از بازگشایی دانشگاه ها راه انداختن دانشگاه های گذشته و ترتیبی دادن که این کار هر چه زودتر به پایان برسه و ما با دانشگاه هایی که از گذشته به میراث داریم خداحافظی بکنیم و اونها را به کناری بنهیم.